پیغمبر میگوید کدام زنی که 5 وقت نماز خواند و صامت شهرها، وقتی ماه رمضان آمد از روزه ماه مبارک روزه گیرد، و احسنت فرجها، و این زن چنان زنی باشد که چی در نبودن شوهر چی در حضور شوهر اگر خودش را از زنا حمایت کند. چند جوانها سوالها بیچاره نویساندند، رویکی میآیند خبر میدهند که برادر عزیز 1 ماه از خانه دور بودیم، الکی با همسایه یک جایه شدند. به خدا قسم باور کن چندین جوانها جوان پسرای نماز میخوان بیچاره در همین قوم هستند. 1 ماه فقط ندیدیم. یا اینکه بعضش بیچاره میگن 6 ماه روسیه رفتیم، برای شکم همین زنی خود رفتیم، برای شکم فرزندهای این رفتیم، آمدیم الکی که آوازه هست که زنی تو بی ترتیب شده است. و احسنت فرجها، و اگر فرج خدا از زنا نگاه بدارد، میگوید پیغمبر، چی در بدن شوهر چی در نبودن شوهر. رسول اکرم میگوید و احسنت فرجها، اگر زنی که 5 وقت نماز خواند، روزه ماه مبارک رمضان دارد و اگر خودش را از زنا نگه بدارد و اطاعت بعلها، که این خلاصه را بینین، خلاصش چی است؟ بعد نماز، بعد روزه، بعد خودش را از زنا نگه داشتن، اطاعت بعلها، شوهرش اگر اطاعت کند داخل شود جنت را از 8 دری که میخواهد. از کدام دروازه‌ای که میخواهد، همه دروازه های جنت برای این زن حلال است، مرحمت وارد جنت شود. لیکن اگر زن نماز خواند، روزه گیرد، تهجد خوان باشد، خدا ترس باشد، بر زنا دست ندهد، لیکن شوهر از او راضی نباشد، وی وارد جنت نمی شود. همه حل کننده برای شوهر فقط چی هست؟ این راضیگی شوهر است. باید شوهر از او راضی باشد. چگونه که پیغمبر خدا میگه رضا الزوج فی رضا الله و سخط الزوج فی سخط الله. اینو پیغمبر خدا گفتند. حدیث پیغمبر است که رضاگی شوهر رضاگی خداست. اگر کدام زنی که خواهد که خدا از او راضی باشد، شوهر راضی کند، و غضب خداوند غضب شوهر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار مهربان ثواب این احادیث های پیغمبر را در نامه اعمال این جمعیت ما، این گوش کننده ها، خدای کتابت بفرمایی. و خدای مهربان امروز زنهای ما را پیرو قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر خدا بگردانی. آمین یا رب العالمین.